کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان به سهم شهروندان و میهمانان کشور می‌رساند که بنا به پیشبینی اگنتی هواشناسی روزهای نزدیک در اکثر ناحیه‌های کوهستان تاجیکستان هوا تا 10-15 درجه سرد خواهد شد. انتظار می‌رود که در برخی مناطق کوهستان هوا تا 17-22 درجه سرد شده. در ناحیه‌های شرق ولایت مختار کوهستان بدخشان حرارت هوا تا 25-30 درجه و در برخی گوشه‌های این منطقه تا 33-38 درجه سرد شده. سردی هوا در موضع بولونکول حتی تا به 48-50 درجه برسد. به این ترتیب بنا به پیشبینی هواشناسان سال نو 2022 به تاجیکستان همراه با یک هوای خیلی سرد وارد می شود. به این دلیل کمیته ولایت‌های فوق‌العاده به شهروندانی که در نواحی کوهستان و کوهدامن زندگی میکنند توصیه می‌دهد که هنگام گرم کردن خانه‌هایشان قاعده‌های بی‌خطری از سوختار را قطعاً رعایت کنند. مقدار اسد زیاد دستگاه‌های برقی را به شبکه نیروی برق وصل نکنند. از ساکنان خواسته شده است که تیره‌های خانه خود را چقدر می‌توانند خوب محکم کنند و گرمی را در خانه‌هایشان به این وسیله حفظ کنند. هنگام استفاده از پیچکه یا بخاری‌هایی که به انگشت استفاده برده می‌شوند توصیه داده می‌شود که هنگام استفاده آنها خیلی با احتیاط باشند. نگاه‌بینی بخاری‌ها را به کودکان واگذار نکنند و دودبرارها را یک بار دیگر تفتیش کنند. بنا به پیشبینی هواشناسان در راه‌های دوشنبه خوجند، دوشنبه رشت، دوشنبه سنگوار دوشنبه، لخش دوشنبه، کولوب درواز خاروغ، خاروغ اشکاشم خاروغ مرغاب در ساعت‌های بامدادی و شامگاهی احتمال زیاد یخبندی و در برخی قسمت‌ها حتی جمع شدن توده برف وجود داشته. خطر فرآمدن ترمه‌ها نیز خیلی زیاد است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از شهروندان با اصرار خواهش می‌کند که در این روزها بدون ضرورت عاجل سفرهایشان به راه‌های کوهستانی را محدود کرده از رفتن به ماهیداری، شکار و یا برای غنچین ایزان به کوسار خودداری کنند.